بعد از 1 سال زندگی توی کانادا تصمیم گرفتم تنهایی برم سفر، ولی دوست داشتم با ماشین برم و رانندگی توی جاده‌های کانادا رو تجربه بکنم. برای همین ساعت 7:30 صبح از خونه راه افتادم سمت هورشو بی که با ماشین سوار فری بشم و برم نانایمو. تیکتی که شب قبل خریده بودم و نشون دادم و رفتم سمت فری. حدوداً 1 رو منتظر بودیم تا وارد فری شدیم و خیلی تجربه جذابی بود. بعد ماشین رو پارک کردم و رفتیم بالا و من دوست داشتم که برم بیرون وایسم، بابت همین نشستم داخل. و اینم از منظره ساعت 8:30 صبح وقتی سوار فری شدیم. منم یکم از منظره لذت بردم، هوا هم خیلی خوب بود. یه ذره عکس گرفتم، یکم با سگای مردم بازی کردم، یکم از چت جی پی تی پرسیدم که کجاها برم، یه ذره ریلکس کردم و اینم منظره ساعت 10 که رسیدیم. رفتیم پایین و طبق معمول من ماشینمو گم کردم. بعد از کلی گشتم پیداش کردم و سوار ماشین شدیم و از فری اومدیم بیرون. اگه دوست دارین بقیه سفر منو ببینین، ولاگای منو دنبال کنین.